استاد سوال ما در برای نماز جمعه بود. در در اروپا استاد با فکر شما مشاهده کردگی هستین دو مراتبه میخونن نماز جمعه رو. همین درست باشد نباشد؟ دو مراتبه؟ بله، یک بار مثلا ساعت یک، دوی مراتبه ساعت دو. آخه سببش تنگ بودن مسجد است میخیر؟ بله، برای مردم زیاد است. بله اجازت هست. و برای اذان نماز جمعه استاد در بعضی جاها دو مراتبه اذان میگویند، در بعضی جاها یک مراتبه. این از شریعت در همون جاهایی که یک بار میگونم دو بار میگونم شما یکتش میشنوید، یکش یک ساعت پیش میگم، یکتش یک ساعت پیش میگن اونش یعنی حضرت عثمان اون اذان مشروع کردن وقتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اذان بود، در زمان حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنهم یک اذان بود. اما اذانی که پیش از وقتی که امام بالای منبر میبراید بعد گفته میشد که همون اذان است، همون اذان اصلی همین اذان است. اون اذان یکم حضرت عثمان گفتن که حاضر اگر این اذان گوییم حضرت عثمان علیه بالای منبر برآمده شدند. اذان که گفت یعنی اعلان کردیم بیرونی مسجد که بیا نماز جمعه شد گفته، تا آنها غسل میکنن، تا لباس میپوشن، تا میبیان که خطبه جمعه 5 دقیقه یا 3 دقیقه بود. 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت گپ نمیزدن، گپ های کوتاهی پرمعنا. حالا که میبیاد که نماز تمام میشه. بنابراین مدینه کلان شد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه میده تر بود، آدم زیاد شد، شهر کلان شد. بنابراین دویم اذان گفتن که دویم اذان یعنی که اون اذان بر وقت‌تر گفته میشه تا اینکه دور و نزدیک مردم شنیده آمادگیشون دیده و نماز جمعه بیایند که دویم اذان گفته میشه. فهمیدید؟ اون دویم اذان یکمش یعنی وای شرط نیست، همین دویم اذان کفایه میکنه.